با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز، به واسطه کلیپ قبلی که برای دوستان گذاشتیم، دوستان سوالات زیادی داشتن در مورد این نمونه گوی‌های آسیا و سنگ‌هایی که داخل قوقل پیدا میشه، در مورد سختش، قیمتش، که خب حالا سعی میکنم که توضیحات مختصری بدم در مورد سختیش و براتون تست بزنم اینجا و برش بزنم. میتونین همراه ما باشین و تست زدن و برش زدن این نمونه سنگ رو ببینین و توضیحات تکمیلی هم داخل کلیپ براتون انشالله خواهم گذاشت. بریم تست زدن اول سختی اینا، که خب من بهتون گفتم این سختی این سنگ بین 6 هست یا 7 تا 9 و اگر خوب ملاحظه کنین سختی اینا 7، که اونی هم که حتی علامت داره، همین قدر سختیش هیچ فرقی نمیکنه و سعی میکنم حالا برش هم بزنم. در ادامه همراه ما باشین تا برش خوردن و نمونه رو هم ببینین. این نمونه ها که داخل قبور هستش از این نمونه هاست که اینا سختی پایین تری داره و کلا متفاوته از اون نمونه های دیگه و ارزشش به خاطر حالا یا قدمتش یا اینکه حالا داخل سنگ چیزی باشه، اون یه چیز متفاوت، بحث جداگانه یه. که بریم برای برش یکی از همین گویه های آسیاب که حالا بعضی میگن داخلش صندوقچه هست که جنسش الماس. اگر الماس باشه با این تیغه برای من نباید بریده بشه و به هر حال جنسش متفاوت باشه، چون این تیغه های ما برای بریدن الماس مناسب نیست. برش خورده همون سنگ آسیا که بعضی اعتقاد دارن به خاطر این شیارها ممکنه اینا صندوقچه باشه یا چیزی درونش نهفته باشه. دیدین که جنسش هم سختی زیادی نداشت و از جنس الماس نبود. اگر از جنس الماس بود و سختی 10 داشت، هیچ وقت دستگاه من، تیغ من اونو نمیبرید و چون سختیش پایین تر بود تونست دستگاه من اونو ببره. همون جنس آلومینو و سرامیکی هستن اینا، مقاوم در مقابل سایش. میذارم توضیحات بدم خدمت دوستانی که بنده رو نمیشناسن یا آشنایی ندارن. دوستان اکثر فال باره بنده حدود 80% هم بنده رو میشناسن، هم کارگاه هم بلدن. بنده هم مجوز از اسناف دارم، هم فن حرفه‌ای و دوره‌های به هر حال من مرتبطم دیدم و ولی کارشناسی انجام نمیدم. اینو متعدد گفتم و هیچ هزینه‌ای هم نه تا حالا دریافت کردم نه دریافت میکنم و فقط خدمات که به دوستان میدم به واسطه علاقه خودم به بارگاه سازی خدمت شما دوستان.